میگوییم به همه نفرانی که عین زمان با شبکه بهارستان و برنامه انگوبینند. این شماره نوبتی برنامه ما است که طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار پیشکش شما میگردانیم. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما را با هنر و مهارت باز یک خردسالی صاحب استعداد دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهر بالیدن روحی شماست دوستان عزیز. قهرمانی برنامه امروزه همان یاسمین می باشد. او هنوز 6 سال دارد ولی نوبسته به سن خردسالی خویش او از دیگر همسالانش با کلی فرق می کند، زیرا او علاقه برنامه مکتبی را پر از خود نموده است و خیلی زیرک و کنجکاو است. خوب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودک صاحب استعداد آشنایی پیدا کردن خواهید، پس جریان برنامه نوبتی انگوبین را همراه باشید. سلام یاسمین، شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. می توانید خود را به تماشاگران تلویزیونی بهارستان به همان نفرانی که شما را تماشا کرده ایستادن پرتر معرفی کنید؟ من جورقلوی یاسمین از ناحیه عینی دهه ارمتان میباشم. عینی و اشهر دوشنبه زندگی میکنم. تشکر زیاد. میگفتید که در اویلا شما چند نفره؟ 4 نفر. از اویل اولاتون را نمبر کرده میتونید؟ بله. پدرم، مادرم، بابایم و خودم. آفرین. درباره پدر و مادر، بابا و عموما از اویل اولاتون شعر میدونید؟ بله. خب از کی آغاز کردن میخواهید؟ از مادرم. مرحمت. خوشروز مادرم، دلسوز مادرم، گنجی یگانه ام، خورشیدی خوبرم، فرزندی تو بزرگ، فرزندی تو کلان، مانند زندگی، عمری تو جاویدان، فردی ندیده ام، مثل تو خاکسار، مردی ندیده ام، مثل تو بربر، خوشروز مادرم، دلسوز مادرم، نامی بلندی تو کهکشان برم. من میخواهم باز برای مادر ازم شعر قرائت کنم. مادر دولت دنیای منی، دستی دعا رهبری فردای منی، دارویی اگر بهر کسان سیموزر است، در روح جهان تنگوتی اللهی منی. من میخواهم برای پدر ازم شعر قرائت کنم. مرحمت. چی محبوبی، چی جانانی پدر جون، گلی عشق دل جانی پدر جون، با چشمی من هر چیزی که گویند چه خوب است به خزانی پدر جون. احسن به شما. خب شما گفتید که از دهه ارمتان هستید، همینطور نه؟ بله. درباره دهه ارمتان شعر میدونید؟ بله. مرحمت شعرتان را قرائت کنید. من زاده این کشور تو جان و دل و من تن، نوری نمکی فلقه ناموسی دلی میهم، ای جانی من ارمتان، ایمانی من ارمتان، سرچشمه هر الهام از چشمه گذارم، این مغزی همه بردم هم رزبه و هم رزبان، عشق وطنی آرام هم در دل و هم در جان، ای جانی من ارمتان، ایمانی من ارمتان. تشکر زیاد. احسن به شما. خب شما گفتید که در دهه ارمتان زندگی میکنید ها؟ بله. همه ما در کجا زندگی میکنیم؟ وطن ما کجاست؟ وطن ما جمهوری تاجیکستان. تشکر زیاد. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. احسن به شما. درباره جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه و یا عموما وطن یگان شهر میدونید؟ بله. مرحمت. تاجیکستان جوهر و جان و تنی، آرامیده در دل و جان و تنی، از من تو با هم شادی و غم، دینی من آیین و ایمانی منی، تو بزرگی بو فرازی قله ها، بیکرانی در نگوی سبزی مو، هر کجا تاجیک جوید مکان، نامی تو او رو رساند بر سمول، ای وطن مهراب و ایمانم تویی، پاریس آبادی سمونم تویی، تاجیکستانم تویی. من میخواهم باز برای تاجیکستانی از زمان شعر قرائت کنم. مرحمت. ما تاجیکان یک عالمیم، جمع و پریشان با همیم، در این زمینی فایز بو از وزی میرش خورمیم، ای تاجیکستان جانی ما، ای مرزی پر احسانی ما، تو خانه امیدی دل هم قبله ایمانی ما.
احسن بر شما. خب میگفتید که رمزهای دولتی ما کدام هایند؟ نشون، پرچم و سرود ملی. پرچم جمهوری تاجیکستان را شرح دادن میتوانید؟ بله. آن از چند رنگ عبارت است؟ از 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. رنگ سرخ مبارزه و جانصار خلق و وطن. رنگ سفید بخت و اقبال سفید. رنگ سبز سرسبزی وطن. در رنگ سفیدی آن 7 ستاره، 7 اقلیم، 7 برادران جایگیر است. تشکر زیاد. نشان را چی شرح داده میتوانید؟ بله. مرحمت. تخته، بایگری دولت، گندم، کوه، کتاب، آفتاب، 7 ستاره. خیلی خوب. سرود ملی را کی نوشته است؟ شعر قمازر کلدی، آهنگ سلیمانی یودکوف. آفرین. یک پارچه اول آن رو برای ما خوانده میتوانید؟ مرحمت. دیاری ارجمندی ما و بختیمون سری عزیز تو بلند بود. سعادتی تو دولتی تو بگذم بود. سیدوری این زمان ها رسیده ایم. وزیر پرچمی تو صف کشیده ایم. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. آفرین. ما باوری داریم که تمام پارچه های سرود ملی را شما میدانید. میتوانید؟ بله. خیلی خوب. میگفتید که قهرمان های جمهوری تاجیکستان کی هایند؟ صدرالدین عینی، باباجان غفورو، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، نصرتالله مخزوم، شیرین شاه تیمور. آفرین. قهرمان ها رو شرح داده میتوانید؟ درباره بله. اونها گپ زده میتوانید؟ بله. مرحمت. در صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده شعر گفته و معلومات میدهم. استاد میرزا ترسونزاده سال 1911 در دهه قرطوق شهر حصار تولد شده است و سال 1977 وفات کرده است. میرزا ترسونزاده اثرهای پسری وطن، حسنی ابوبکر، شارق ابدی و غیره. قلم گفت که من شاهی جهانم. قلم کش رو به مقصد میرسونم. قلم گوید که اسبابی شریفم. به هر دستی ظریفی من ظریفم. قلم گوید که انسان رو عزیزم. و دستی پاک و دل آفتم تمیزم. قلم گوید که انسان رو یراقی اتفاقی هم نفوقم. صدرالدین سعید مراد خوجه عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک سال 1954 وفات کرده است. اثرهای شاعر این هایند: داخونده، آدینه، مرگ صدخور، غلامان، یادداشت‌ها، قهرمانی خلقی تاجیک، تیمور ملک، مکتب کهنه و غیره. ایمانده قدم بر روحی مکتب، اولیست مقام و جوی مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب تو عقل و هوش بخشد، مکتب تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خوابی خود رو، برگیر به کف کتابی خود رو. رو از همه بیشتر به مکتب، شفق از تو رو اگر به مکتب. سعیبی نمو و علم و ادب، به درس شریک خویش دریاب. تو در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. احسن به شما. خب میگفتید که امام علی رحمان کیست؟ اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. من میخوام درباره پیشوای ملتمون شعر قرائت کنم. مرحمت. یک رحمتی شد از خدا، کرد او تو رو سرور بمو. ای پیروی سامانیون، از نسل پاکی اوریون. امام علی رحمانی ما، اسماعیلی دورانی ما. خود و رهبری ارزندهی، بر منصبت زیبنده ای. در آسمانی بختی ما، استاره رخشندهی. امام علی رحمانی ما، ای بخت بی پایانی ما. احسن به شما. خب صحبت خود را ادامه میدهیم.
چون سخن درباره جمهوری تاجیکستان میرود میگفتید که ثروت‌هایی که جمهوری تاجیکستان از آن بایست کدام؟ آب‌های طبیعی، انگیش، سنگ، طلا، نقره، سرب، ولفرام، مسائل گوناگون ساختمانی و غیره. یعنی از همه این جمهوری تاجیکستان عزیز ما بایست ها؟ بله. خیلی خوب. از ثروت‌های زیرزمینی که نامبر کرده درباره یکون تاش معلومات داده میتوانید؟ بله. درباره چی؟ درباره آب. مرحمت. مو از دیوری رفشنی، مو هم دیوری آبو، مو هم تبوری نوریون، مو هم تبوری آبو. جوریست روحی پنجرود در شهرهای رودکی، شهری دری جوری شده از رود و بوری آبو. هر رود میخوند سرود، هر رود میگوید درود. اوهنگ میخیزد زهر توری دو توری آبو. در سینه های کوهسار چون شیر آبی چشمسار. مهم فرزندانی کوه از چشمساری آبو. آباد هم در ریشه اش آب از آه زبان. محیبی میرد گر شود دور از کنوری آبو. آفرین. خب صحبت خود را ادامه میدیم. در جمهوری تاجیکستان کدام میوه‌ها پرورش کرده میشوند؟ سیب، انگور، شفتالو، زردالو، آلو، نک و غیره. خیلی خوب. کدامش بیشتر پسند است؟ و من سیب. برای چی؟ برای آنکه سیب رو من دوست می‌دارم. هر روز آن رو من استعمال میکنم. احسن. خب اگر ما میوه و سبزیجات ها را با زبان روسی و انگلیسی شما گفته میتوانید ما اگر از شما خواهش کنیم. خب سیب با زبان روسی چی میشود؟ یابلکا اپل. یابلکا اپل. یعنی با زبان روسی یابلکا و با انگلیسی اپل ها؟ بله. خیلی خوب. نوک چی؟ گروش پیا. آفرین. انگور؟ وینگرد گریپس. شفتالو؟ پرسی پیچ. شفتالو یعنی با زبان روسی پرسیک. پیچ. با زبان انگلیسی چی؟ پیچ. آفرین. زردالو چی؟ ابریکوت. آفرین. تربوز چی؟ اربوز. با زبان انگلیسی چی؟ با زبان انگلیسی میلون. واترملون همین طور نه؟ بله. دولت‌های همسرحدی جمهوری تاجیکستان کدام هایند؟ افغانستان پایتختش کابل، چین پایتختش پکین، قرقیزستان پایتختش بیشکک، ازبکستان پایتختش تاشکند میباشد. به نهایت خوب. صحبت رو ادامه میدیم. یک سال از چند فصل عبارت است؟ از 4 فصل. این فصل کدام هایند؟ زمستان، بهار، تابستان، تیر ماه. درباره فصل ها شعر میدونید؟ بله. من از 4 فصل سال شعر میدونم. مرحمت. زمستانی جانانه چی آوردی تو یا نه؟ خورپا و برف آوردم، جامه و شرف آوردم، موزه گرم آوردم، گلیم نر آوردم، بالای برفیانه بازی بکن شدانه. اینا بهار زیبا چی آوردی تو سبقا؟ سبزه و گل آوردم، سازی بول آوردم، شعر و سرود آوردم، بر تو درود آوردم. در وصل گل شدانه یخون شعر و ترانه. تابستان چی میدهی با مویون؟ من نکو انور دهم، میوه بسیار دهم، سیر و سیاحت دهم، دنیای رو دهم. تیرموی زرد نیسار کو هدیه ادرو شمور. سیبک شیرین از من، خرمای قندین از من، پخته و خیرمان از من، گندم و ارزن از من. سیب و انار و انگور چقدر خواهی بخور. به نهایت خوب. اکنون میگفتید که کدام فصل بیشتر به شما پسند است؟ با من بهار. برای چی؟ برای اونکه در فصل بهار طبیعت زنده می شود، ها می شکوفند. به نهایت خوب. اکنون با من گویید که یک سال از چند ماه عبارت است؟ یک سال از 12 ماه عبارت است.
ماه رو نمبر کرده میتوانی؟ بله. مرحبا. январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. به نهایت خوب. یک ماه از چند هفته عبارت است؟ 4 هفته. خیلی خوب. یک هفته از چند روز عبارت است؟ 7. کنی روزها رو نمبر کنه؟ دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه. احسن. یک روز ما از چند ساعت عبارت است؟ 24. 24 ساعت. یک ساعت ما از چند دقیقه عبارت است؟ 60 دقیقه. یک دقیقه چی؟ 1 دقیقه 60 ثانیه. خیلی خوب. صحبت رو ادامه میدیم. دریاهای اساسی تاجیکستان کدام هایند؟ دریای 5 921 کیلومتر درازیش، دریای وخش 524 کیلومتر درازیش، دریای امو 2294 کیلومتر درازیش، امو 2294 کیلومتر درازیش، دریای زرافشان 877 کیلومتر درازیش. به نهایت خوب. شما گفتید که از اورمیتن هستید ولی در شهر دوشنبه زندگی میکنید ها؟ بله. آیا با باغ‌های شهر دوشنبه رفته اید؟ بله. با کدام باغ‌ها؟ باغ صدرالدین عینی، باغ ابو عبدالردکی، باغ جوانان، باغ حیوانات و غیره. به نهایت خوب. ابو عبدالله رودکی کیست؟ سردفتری ادبیاتی کلاسیک. سردفتری ادبیات کلاسیکی فارسی و تاجیک ها؟ بله. به نهایت خوب. از استاد رودکی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تو جهان بود از سری آدم فروز، کس نبود از روحی دانشی به نیاز. مردمونی بی خیرت اندر زمان، روحی دانش رو به هر گونه زبون گیر کردند و گرامی داشتند. تو به سنگ اندر همی بین کشتند. دانش اندر دل چراغی رفشن است، بس همه بعد برتنی تو جفشن است. به نهایت خوب. با باغ حیوانات هم رفته اید ها؟ بله. در آنجا چگونه حیوان ها را دیدید؟ خیش، پلنگ، شیر، میمون، گرگ و غیره. حیوان های وحشی رو نمبر کرده میتونید؟ همین حیوان هایی که نمبر کرده وحشی بودن یا اینکه خانگی؟ وحشی. برای چی اونها رو وحشی مینامند؟ برای آنکه آنها را در خانه نگاه کردن نمی شود، برای آنکه آنها درندند. اکنون حیوان های خانگی رو نمبر کنید. حیوان هایی رو که در خانه نگاه و بین کرده میشوند. گاو، گوسفند، گوسفند، اسب، گربه، سگ و غیره. احسن. و شما کدام حیوان رو به شما بسیارتر دوست می‌دارید؟ گاو. برای چی گاو؟ برای آنکه گاو به ما شیر می‌دهد. شیر گاو در ترکیبش ویتامین زیاد دارد. آب سطح قند و دارای ویتامین‌های زیاد است. آب C D میباشد. چه که طبیبان ما گفتند ما کودکان باید هر روز یک استکانی از شیر گاو استعمال نماییم. به نهایت خوب. چونایی که به ما معلوم است شما علاقه برنامه مکتبی رو از خود نمودید ها؟ بله. یعنی خونده و نوشته میتوانید. بله. اینجا کتاب الف با است و ما میخواستیم تو اینکه شما آن رو خوانید. میتوانید؟ بله. خوب تماشابینان عزیز، چنانی که خود شما نیز دیده شده در دست ما کتاب الف با است که این کتاب با خود یاسمین یعنی از خود یاسمین است و این لحظه بعد یک جای میبینیم که آیا او از اوده خواندن آن میبرد یا که نه. خوب کنی بیاد من یک موضوع رو انتخاب میکنم، موضوعی که اونقدر آسان هم نباشد ها؟ بله. انتخاب میکنم شما خوانید. خوب تماشابینان عزیز، انا ببینید انا همین متن رو این زمان یاسمین برای ما میخواند و شما نیز متوجه باشید. خوب مرحمت یاسمین. این کدام حرف است؟ این حرفی ی. حرفی ی. بنیاد خوب اکنون انا اینجا رو خوانید. آب تازه، آب نوشیدن ضرور است. آب تازه بی نوش
با اون دستور رو بیشو با آبی پاک پرتو نپرتو. آفرین. شما از همین متن چی فهمیدید؟ ما باید کودکان با آبی تازه دست روی بشیم، آب بنوشیم، آبها را افراز نکنیم، با آبی تازه پرتو نپرتیم، چون که تازگی برای سلامتی است. بینهایت خوب. رقم ها رو چی میشناسید؟ بله. خوب. انا این کدام رقم است؟ 1 انا این چی؟ 11 انا این؟ 12 انا این؟ 6 انا این چی؟ 8 انا این چی؟ 2 3 4 5 7 9 10. بینهایت خوب. تماشاچیان عزیز، چنانی که خود شما نیز شاهد گشتید، یاسمین توانست هم کتاب را خواند و هم رقم ها را برای ما نمبر کند. یعنی او هم رقم ها را میشناسد و هم کتاب را خوانده میتواند. و باید قید نمود که این زمان ما در مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار قرار داریم و همه آن صداهایی که شما میشنوید این همه صدای خرسندی کودکان میباشد و ما برنامه خود را ادامه میدهیم. خوب یاسمین، در آینده شما کی شدن میخواهید؟ ژورنالیست. یعنی شما در آینده روزنامه‌نگار شدن میخواهید؟ بله. برای چی؟ برای اون که من کسب روزنامه‌نگاری با من پسند است. برای چی پسند است؟ شما یگان نفر از اعضایان ولایتان ژورنالیست هستند یا اینکه شما تنها همین کسب رو انتخاب کردید؟ بله. یگان کس به شما گفت که ژورنالیست شو؟ نه. پس برای چی شما انتخاب کردید؟ این کسب با من پسند است. تشکر زیاد و ما نیز در کسبی یعنی انتخاب نموده‌تان با شما موفقیت را آرزومند هستیم. میگفتید که شما در خانه با کارهای مادرتان یاری میرسید؟ بله. چی کار میکنید؟ مادر وقتی که پخت و بس میکند من هم بسیار ذوق زیاد دارم. با قلابچه‌های مخصوص پیچین تیار میکنم. خانه میروم. خوراک شوربانی پختن میتوانم. بینهایت خوب. خوراک شوربا را چگونه میپزند؟ سر اول ما باید دستان خود را شسته، دیگ را تازه کرده و آن یک نظر کنیم که تا که در درون آن یکم افلاسی نباشد. پس آن به دیگ آب ریخته، گوشت را شسته انداخته، کارتوشکا سبزی را شسته میده کرده می اندازیم. نمک، پیاز را اضافه میکنیم. باید آن با حرارت پست آماده شود. آفرین. کلچه قندها را چقدر آماده میکنید؟ پیش را مادرم تیار میکند و من با مادرم کمک میکنم. بینهایت خوب. میگفتید که شما اینقدر سیرکار که هستید دوگانه دارید؟ بله. چند تا؟ 5 تا. نامهایشان را با ما بیاید. بله. مهینه، مریم، سمیه، حمیده. آفرین. این زمان شما امکان دارید که با دوگانه ها و تمامی همسالانتان سلام و پیام خود را رسانید. مرحمت. سلام دوگانه های من شما را دوست می‌دارم. آفرین. در آخر با دوگانه هایتان به همه نفرانی که شما را این زمان طریق تلویزیون تماشا کرده ایستادند چی گفتن می‌خواهید؟ وقتی خود را بیهوده نگذرانید. با کتابخوانی و شعرخوانی مشغول شوید. آمده در تلویزیون بهارستان هنر و مهارت خود را نشان دهید. بینهایت خوب. و تماشاچیان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه تونانی کمی داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد و مانند یاسمین و دیگر قهرمانان برنامه‌مان بس زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نابسته از خردسالی خویش یگان اثر را مطالعه نموده است و او خیلی زیرک و کنجکاو است، پس برنامه انگوبین معرفی‌گری استعدادی است. سراغ ما شهر دوشنبه کوچه شهر سیبی تلویزیونی بهارستان. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.